هواداری رئال به خاطر این موضوع می‌خواستن فلورنتینو پرز مدیر محبوبشون رو اخراج کنن. هوادارا میگفتن مدیریت تحت هیچ شرایطی نباید این بازیکن رو بفروشه و به خاطر رفتن اون اعتراضات گسترده‌ای انجام دادن. این بازیکنی کرکاسیاس نبود و حتی راول گونزالز و نه حتی بزرگترین بازیکن تاریخشون کریستیانو رونالدو. پس اون بازیکن کی بود؟ بازیکن آرژانتینی فرناندو ردوندو. اون تنها بازیکنیه که توی تاریخ رئال مادرید هوادارا به خاطر جدا نشدنش تظاهرات کردن و معتقد بودن اون باید توی باشگاه میموند. رئال تیم پرستاره داشت ولی توی اون ترکیب یه نفر بود که با استایل خاص خودش همه رو مجذوب خودش میکرد. یه هافبک با وقار، باهوش و یه رهبر خاص توی زمین. سال 2000 بازی برگشت رئال مادرید و منچستر یونایتد توی اولترافورد. دقیقه 52 یه لحظه ناب رقم خورد. لحظه‌ای که هنوز توی ذهن هواداری رئال حک شده. اون با یه حرکت جادویی توپو با پشت پا از بین پاهای مدافع یونایتد رد کرد. ردوندو از اون بازیکنایی بود که شاید زیاد گل نمیزد، شاید زیاد مصاحبه نمیکرد، ولی هر کسی بازیشو میدید میفهمید که چه هافبک خاص و تاثیرگذاریه. تسلطش روی توپ، بازیخوانیش، فداکاریش واسه یه تیم، همه باعث شده که هواداری رئال عاشقش بشن. وقتی ردوندو توی مراسم خداحافظیش اشک توی چشمش جمع شده بود گفت رئال مادرید همیشه توی قلب من میمونه. برای ردوندو نابغه آرژانتینی.